علی جی برگشته با کلی کار جدید. خیلی ها براش هستن در کمین. آره وقتی هر کی میره به سمت سمت اصل کارش میشه رو پوشی یه حقیقت. دروغ بگی تا دعوت بشی به ضیافت. این خودش شده یه مدل سیاست. از اینجور آدما زیادن، همش به دوباره یا هستن تو شک. واسه بالا اومدن حاضرن تا آدمو کشن. دنبال رشد مادی هست فقط. حرفو نمیگنجه تو کلت، ولی بدون باش که نبوده حرف بد. هر چیزی داره یه حد، پس ناامید نشو، یه راه دیگه هست. چیزی که واجب صبر تا که رو بشه دست کارهای ننگ. نزن به شیطون سنگ، چون که شیطون یکی دوتا نیستن، نزدیکن، فقط در پی کارن. برای کی؟ ما نه، ما واسه همه شدیم بند، چون شدیم رپر. حرفای درست رو میگن بده، صده به صده میفهمی هر کسی لنگه، چون نفهمی دایره دوش تنگه. تنگ شده بسه که نفهم حرفت اعتراضه. با این روند زد جاده میشه پر از جنازه که میخواستن تغییر بدن با اجازه. قصه برخی هاشون درازه، گفتن شلاق زیاد میاره. فقط همین بکنم، همینم دونستنش زیاده. یه چیزی چی داشت واسه موفقیت زندگی، یه سایفری داشته باش.